هم در بین دارد. بعضی شاید برادرای ما میگویند که در کاسته ها در باب همین خانه‌داری و دیگر صحبت نکنید، لیکن امروز من مجبور شدم که در باب خانه‌داری هم صحبت کنم، زیرا در باب خانه‌داری حتی ضعیف ها آمدن در نزد من شکایت کردند که امروز جوان ها چنان بی آداب شدند که همون برنامه‌های تلویزیونی غربی را در خانه‌داری استفاده کرده ایستادند. برادرای عزیز، اجتناب کنید. لباس هاتون غربی کردید، لباس های دختراتون غربی کردید، سرهای دخترهاتون و سرهای خودتون، موی های خودتون به غربی ها تشبیه دادید، معرکه هاتون از غربی ها گذراندید. امروز خانه‌داریتون هم تقلیدی بر همونها میکنید. خدا رحمت کند محمد اقبال لاهوری را میگد خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. کدام خلقی که پیرو تقلید مردم غرب می شود میگد او سری خودش او ملت میخورد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد، ای 200 لعنت خدا بر همون شخصی که مقلد مردم غرب می شود. همه معرکه های ما و شما امروز غربی شده است. حتی خانه‌داری را امروز جوان های ما و شما از همون تلویزیون یاد گرفتن. اونا پلید هستند، با اونها را ندهید. صد افسوس که همون توصیه های موی سفید ها و کمپیر های پیشین گم شده است، و الا دختر پیش از شوهر دادن طرز خانه‌داری را مادرش بیانش میکرد، یا جوانی که به برای زن گرفتن تیاری میدید برای او پدرش بود یا یک مرد خیرتمند برای آگاه میکرد که فرزند من این گونه با زن خود معامله کن. نه امروز دستوراتی که امروز در تلویزیون برای ما و شما آمده است. اینا همه حرام، اینا رو نظر کردنشون حرام است. کجا با وقتی که شما در زندگیتون استفاده میکنید؟ چی به حیایی است؟ وقتی این صحبت من در نزد یک قوم کردم، یک بچه بگیم نافهم گمراه میگوید من از زبان یک داملا شنیدم که گفت که زنهای شما کیشدار شما هستن، هر خیلی که میکنین کیش کردن بگیرین. خداوند در قرآن میگوید استعیذ بالله نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم. در اصل خدا میگوید که نساؤکم حرث لکم، زنهایش Иногда хочешь что-то. فأتوا حرثکم ان شئتم، کیش کنین در زمین خود هر گونه‌ای که میخواهید. اینا مفسرای ما و شما میگویند مقصد از کیش کردن و زراعت این گرفتن حاصل است، که حاصل از موضع حاصل برای همه ما و شما معلوم است، موضعی که فرزند تولد میشود.